صبح که تو از خواب بیدار شدی، قبل از اینکه بیدار شوی لباسهایت آماده ساختم. بعد از پوشیدن لباس آماده شدن برات صبحانه آماده کردم، بوتایت برس کردم، رنگ کردم. آیا پاداش محبت می بود که با او بوتا با او لگت پا ما بزنیم؟ آیا او دستایی که من میخواستم بر بالای سرم چادر به اندازه چادر ما پس کنی و به سرم با سنگ بزنی؟ امی بود پاداش محبت من، محبت خواهرانی من. جواب محبت ما بالاگت زدی. امروز اولین جلسه سال 94 است. هر سال با میله گل سرخ از سال نو تجلیل میشه در شهر مزار شریف. کابلیان، مردم کابل، باشندای کابل با خون فرخنده سال نو تجلیل کردن. لطفاً مسئولین، ما از شما عدالت میخواهیم. بی‌تفاوتی در مقابل قضیه قتل فرخنده دفن عدالت و انسانیت است. لطفاً عدالت و انسانیت به دستان خود بدفن نکنیم. دیگر پذیرفتن دیدن چنین قضایا غیر قابل تحمل است. نمیخوایم انسانیت نیم جان است. نمیخوایم انسانیت به دستان خود دفن کنیم. از شما تقاضا دارم، لطفاً ما عدالت مطابق قانون عدالت میخواهیم. نمیخواهیم دیگر بالای هیچ فردی از افغان چنین ظلم شود. این نه تنها یک ظلم مقابل یک زن، یک دختر افغان است، مقابل یک انسان است، یک بشر است که به خاطر مبارزه با خرافات به چنین سرنوشت دچار شد. تحقیقات ابتدایی پلیس نشان داد که فرخنده بیگناه است. اگر همی گناهکار می بود، قانون وجود داشت، عدالت وجود داشت، قضا وجود داشت، باید مجازات میشد. قانون دو ولگرد دو فرده که در 4 طرف زیارت کل روز مردم آزاری میکنن، زنان مردم آزار میتن. اونا چی حق داشتن که یک دختر به عزت کنن، لط و کوب کنن و بالاخره به شکل وحشیانه به قتل برسنن؟ لطفاً ما از شما عدالت میخواهیم. عدالت میخواهیم، مطابق قانون عدالت میخواهیم. دیگر خسته شدیم. خسته هستیم از تجاوز پدر بر دختر. خسته هستیم از قضایایی را که میشنویم. شما شنیدین که یک دختر به خاطر از این تحصیلش پدرش با تجاوز میکرد. لطفاً ما عدالت میخواهیم. این خاک هزارها درد دیده، میلیونها درد دیده، لیکن ما دیگر تحملش نداریم. ما به یک صدا عدالت میخواهیم مطابق قانون. بس